بهترین از ما و شما آنهایی است که کوشش میکنند برای درس گرفتن و آموختن یک چیزی نو برای هر روز. چون معنی سری ما آنچنانی است که ما میخواهیم ما نمیخواهیم هر روز با چیز پر میشود و با چیزی فایده ناک پر میشود یا اینکه بیفایده. اگر هر چیزی که برای ما نالازم است و در درجه های دوم و سوم و چهارم و تا 10 میستند با آنها مشغول سازیم البته پر می شود، مثل همون جاسکی دیسکی که در کامپیوتر هست با چیزهای نادرکاری. و اگر ما و شما می خواهیم خودمون می خواهیم و وقتمان را درست برای خودمون جدا می کنیم برای آموزش و یا گرفتن یگان علم، خواه دنیوی باشد خواه دینی باشد، اگر می کوشیدیم البته برد می کردیم، چون هم این علم و هم دیگر علم که پیشتر ما گفتیم برای ما فایده می آورد. اما هر چیزی که برای ما فایده نمی آورد، بحثی دو نفری که برای ما لازم نیست و برای ما شوق آور است، یا اینکه هر چیزی که برای ما ضرر می آورد و مثل سرود و موسیقی های که یگان معنی ندارد ما با آن سرمان رو پر میکنیم. اهمیت دهید وقتی که حتی بعضی از نفران قرآن میخوانند و یا یگان کتاب دیگر میخوانند، در نزدش یگان نفر دیگر از صدای موسیقی از تلفنش میبراید یا اینکه ناخواست به یوتیوب میدراید از آنجا یگان صدای سراینده میبراید، در حال کلش را پر میکند. یعنی آن چیزی خوبی که وقتش را با آن صرف میکرد عوض میشود به آن فحشی که نادرکار است، یعنی یک چیزی که معنی سری انسان را پر میکند. از این خاطر ما و شما باید که وقتمان را درست برای خودمان انتخاب کنیم و برای فرزندانمان نیست. و انشاءالله شما درست درک میکنید گفته های ما را و از فایده بیرون نیست. چون اگر با همین گفته ها تنها شنیدن و قبول کرده به یک جا ماندن نیو بلکه عمل کردن، یعنی اگر که ما شنیدیم و به همین عمل کردیم انشاءالله برای آخرت خودمون چیزی خانه بهترین را انشاءالله بنیاد خواهیم کرد.